پاپ نیست مگر؟ ها پاپ است. آخر پسر پاپ در اینجا چی کار میکند؟ همین تبلیغات چی باشه؟ چقدر تبلیغاتی؟ اکا شاید راهش را گم کرده باشد. بسیار خوب. راهش را گم کرده باشد ما با او راه حق را نشان داده او را مسلمان میکنیم. چی گفتی؟ چی خیلی دین اسلام قبول میکنه. حیران میشم مشروع اکا. استغفرالله پسرم. ما کی هستیم که مسلمان میکنیم؟ هدایت از جانب الله است. ما با او تنها محتوای اسلام را میفهمانیم. خواهد قبول میکند نخواهد قبول نمیکند. شاید آن بیچاره بعد از حضرت عیسی علیه السلام آمدن آخرین پیغمبر را خبر نداشته باشد. با او از آمدن آخرین پیغمبر و از بین رفتن حکم دین مسیحی را فهماندن لازم. اکای قانون همه این رو ما با او چخیل میفهمونیم. من یک فکر دارم. ما چرا کاردار میشویم؟ او رو به نزد پیری کار استادمون میبریم. او چی کاری خواهد کند؟ آفرین به تو شرف. بیهوده نگفتن که ساعت ویران هم در یک روز 2 مرتبه ساعت را درست نشان میده. فکر خوب به سرت آمد. رفته او را گیرید به نزد داملا هجری میبریم. سلام علیکم مستر پاپ. جناب پاپ میگم که مسلمانت کنیم اکا. یا خدایا هر کجا اینا رو من ابله ها از پیشم میبرم. من واقعش دیدم پاپ. اکا این پاپ مسلمان شدن نمیخواه. او را دستگیر کنید. مستر مردک. جناب پاپ از هدایت جای گریز نیست. ای مردک به مسلمانت کنیم. آخی چخیل آدمی تو؟ این بدبخت ها چی میگن؟ آخی من بینم مسلمانم. بقا به مسلمانش کنیم. پاپ گریخته ایستاده است. او را دستگیر کنید. کجا میره اکا؟ خماده بوده. کجا میره؟ بس دیگر راه گریز نداری جناب پاپ. استاد جناب پاپ ببریم در اینجا کمتر نصیحتت میکنیم. فهمیدی نفهمیدی با قبری پدرت رفتن گیر آخی. به میمونگاری نکن. گزلب ده بقباش شرف بقباش. شرف بخشی زیاد این طرف تو بیا. همه عقل سبز است که در من بیست تو بخوانم. فهمیدی یا نمخی؟ فهمیدی؟ با اون طرف. اترام نازم بیسونک پشت رو. یا خدایا بخیر با کشیختکی ببریم. چی بگی؟ اکا کانون این او وارده بود. جناب پاپ چرا میگریزی ها؟ از ما با تو ضرر نمیرسد. پروا نکن. ما خوبی تو را میخواهیم. تو را مسلمان میکنیم. تا اینجا که آمده باشی در این حکمتی هست. با ما گوش کنید. رفتیم به نزد داملا هجری میرویم. خدایا این دفعه اگر فهمد که من شوکت هستم انیق مرا میکشد. به خدا انیق میکشد. بودرا عقل نکو. نه ایره او بود شکوکی سای. سالتو میکنه چی؟ بخب شراب بخب خیلی دیونش دیگه. پارتو دور دا پارشارم خیلی. باشه سلام تو.